سلام دوست عزیز، امیدوارم که خوش و آرام باشین. خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر از چنل ما. در این ویدیو براتان آموزش میدم که چگونه اکانت بایننس بسازیم و ویریفای کنیمش. خب در قدم اول باید شما اپلیکیشن بایننس را دانلود کنین. وقتی که اپلیکیشن بایننس دانلود شد باز کنینش و یک چند ثانیه صبر کنین. در موبایل های اندروید و اپل هر دویش امی صفحه براتان میاد. یک کم تغییر داره اما هر دویش یک چیز است. بالای ساین اپ ان لاگین کلیک کنین. یک چند ثانیه صبر کنین تا این صفحه بر شما بیاد. در بالا اوجا وقتی اکانت جور کنیم میزنید جیمیل و چیز تا اوجا ما کار نداریم. پایین کریت بایننس اکانت اینجا کلیک کنین. در قدم اول شما جیمیل میاد که دو باز یک وریفیکیشن کد میاد و جیمیل خود را وارد کنین. ما جیمیل خود وارد کردم. بالای نیکس کلیک کنین. اینجا براتان وریفیکیشن کد میاد، او را کاپی کنین و دیجا پیست کنین. کد بر ما آمده، کد کاپی میکنم و در اونجا پیست میکنمش. اینجا پیست کنینش و بالای نیکس کلیک کنین. در اینجا پاسورد بدین. در پاسورد 3 شرط است. اول باید از 8 و یا 128 لیترز باشه و دوم یک نمبر باید داشت باشه و سوم باید یک الفابت کلان اپر کیز باشه، ای بی سی کلان یک حروفش باشه. وقتی پاسوردتان جور شد بالای نیکس کلیک کنین. در اینجا پشتان ریفرال ایدی میخواه. بالای یس کلیک کنین و در کامنت امی کد را که ماندیم امی را کاپی کنین و در اینجا پیست کنین. بالای نیکس کلیک کنین و اکانت شما جور شد. بعد از این شما باید اکانت خود را وریفای کنین. بالای وریفای کلیک کنین. بالای وریفای که کلیک کنین این صفحه بر شما میاد. در قدم اول شما باید کشور خود را انتخاب کنین. ما افغانستان انتخاب میکنم. بالای کانتینیو کلیک کنین. در اول اسمتان وارد کنین و در آخر لاست نیم تخلصتان وارد کنین. بالای کانتینیو کلیک کنین. در اینجا نشنالیتی تان انتخاب کنین و بعد بالای کانتینیو کلیک کنین. در اینجا تاریخ تولدتان وارد کنین و از روی پاسپورت و یا تذکره الکترونیکی از اونجا ببینین و در اینجا از روی امو نوشته کنین ماه، روز و سالشه. بالای دن کلیک کنین و بالای کانتینیو کلیک کنین. در اینجا آدرس از پشتان میخواه. آدرس بتین همون جایی که هستین. اگر اون آدرس تانم مچ نکد باز مقصد بتین که قبول میکنه و از امو آدرس پوستال کودش باید بتین در گوگل سرچ کنین از امو منطقه تانه. ما یاد دارم فعلا از اینجا و سیتی تانه کابل را انتخاب میگن چیز پروانه داره. بالای کانتینیو کلیک کنین و شما با تذکره الکترونیکی، ڈرائیور لایسنس و پاسپورت شما وریفای کده میتونین اکانت تان. ما تذکره الکترونیکی انتخاب میکنم، گورنمنت آیدی. وقت انتخاب کردین بالای کانتینیو کلیک کنین و باز کانتینیو. در اینجا اگر شما عکس پیشوری و پشت تذکره الکترونیکی تان دارین دومیش انتخاب کنین و اگر نه اول انتخاب کنین امیا لگز بگیرین. ما اولش فعلا انتخاب میکنین. بالای کانتینیو کلیک کنین و دیگه خودش براتون راهنمایی میکنه که عکس پیشوری و پشتش بگیرین. ما فعلا نشان ندادمش و باز از مر انتخاب کرد. بالای کانتینیو کلیک میکنین، بسیار آسان است. و باز بالای کانتینیو کلیک میکنین اوجا براتون راهنمایی میکنه که با نزدیک کامرا میاین و چشمایتان باز و بسته میکنین و اموجا براتون خودش راهنمایی میکنه. میبینین خودش براتون راهنمایی میکنه. و وقتی که خلاص شد یک
بالای گو تو هوم پیج کلیک کنین و خلاص وریفیکیشن شما خلاص شد. یک 5 یا 10 دقیقه وقت میگیره که بر شما نشان بده که وریفای شده است یا نه. اگر شما 18 ساله باشین و چیز مشکل نباشه وریفای میشه خلاص. وقتی وریفای شد این صفحه براتان میه. ما فعلا $26 دارم و شما 0 می باشه. اگر ایت شد پس اکانت شما وریفای شده است. و اگر می خواهید که چگونه ترید کنین در بایننس و می خواهید که یک کورس براتان جور کنم در کامنت بگوین که وقت شما ترید کنین و پیسه در بیارین از بایننس که شما میتونین خوب با $100 یا $200 خوب درآمد داشته باشین از بایننس و یا با $50 سرمایه گذاری کنین و ترید کنین پول در بیارین. خب اگر از ویدیو خوشتان آمده باشه ویدیو را لایک کنین و اگر کدام پیشنهاد چیز داشته باشین در کامنت نوشته کنین و چینل ما را سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.